خبرهای اقتصادی امروز 11 ینور در پیام تیوی. از قطع اینترنت در سال 2022 به تاجیکستان 2 میلیون دلار ضرر رسیده است. در روی خط 23 کشوری که از قطع اینترنت بیشتر ضرر دیده اند، تاجیکستان در زینه 19 قرار دارد. بنا به معلومات رسانه‌ای شده، به صورت عموم قطع‌کنی ها در تاجیکستان 936 ساعت 39 شبانه روز را تشکیل داده. از این کار به زیاده از 78,000 نفر ساکنان کشور ضرر رسیده است. در این شاخص سالانه همه حالت‌های نظررسی دیده و دانسته قطع‌کنی دسترسی به اینترنت در سال 2022 مورد تحلیل قرار گرفته، نشان داده می شود که از این به اقتصاد چقدر ضرر رسانیده شده است. از قطع‌کنی دسترسی به اینترنت در سال 2022 به اقتصاد جهان در مجموع 23 میلیارد و 790 میلیون دلار ضرر رسیده است که 323% زیادتر نسبت به سال 2021 می باشد. طبق معلومات در دوام سال 2022 در 23 کشور 114 حالت دیده و دانسته قطع‌کنی نظررسی دسترسی به اینترنت صورت گرفته است. از همه بیشتر قطع‌کنی دسترسی به توییتر در مدت 21650 ساعت به عمل آمده است. این نشان دهنده در مقایسه با اینستاگرام 56% و نسبت به فیسبوک 64% زیاد است. بانک ملی تاجیکستان از یک گروهی متشکل قلابان نامعلوم هشدار داد که با مقصد به دست آوردن فایده از شهروندان تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام از نام شرکت ترانسمیلی انرژتیکی گازپروم فدراسیون روسیه ویدیو پهن می‌کنند. بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، این گروه در نوارهای خود تاکید می‌کنند که رئیس ریاست شرکت گازپروم در یک جایگی با پارلمان تاجیکستان برای بهبود سطح زندگی مردم کشور برنامه خردی سرمایه‌گذاری را راه‌اندازی کرده است. این برنامه گویا برای به دست آوردن فایده توسط سرمایه‌گذاری در بازارهای سهامی، بازارهای اسعار و غیره نگرانیده شده است. در رابطه با این، بانک ملی تاجیکستان از شهروندان جمهوری دعوت می‌کند تا قربانی قلابان نشوند، از همکاری با افراد نامعلوم خودداری کنند. در مرکز مأموری ولایت سوغد شهر خوجند نرخ گازی مایع در قیاس به هفته گذشته 50 درم ارزان شده است. امروز 11 ینور سال 2023 یک لیتر گازی مایع در تابلوهای الکترونی نقطه‌های فروشی سوزشواری شهر خوجند با نرخی از 4 سومانی تا 4 سومانی و 10 درم فروخته می شود. نرخ هفته گذشته از 4 سومانی و 30 درم تا 4 سومانی و 50 درم بود. نرخ گازی مایع در ماه ینور سال 2021 از 4 سومانی تا 4 سومانی و 20 درم بود که بعد از آن بالا رفتن گرفت و بر رکورد خود تا 9 سومانی برای یک لیتر رسید. در نقطه‌های فروشی سوزشواری شهر خوجند نرخ دیگر نوع‌های سوزشواری بی تغییر باقی مانده است. امروز بنزین آی 92 7 سومانی و 60 درم برای یک لیتر، آی 95 8 سومانی و 20 درم برای یک لیتر، سوزشواری دیزلی 12 سومانی برای یک لیتر فروخته می شود. اما بعضی نقطه‌ها بنزین نوع آی 92 ندارند. قزاقستان تصمیم دارد از سازشنامه با روسیه درباره تامین تبادل مشترک اسعار و استوارسازی قرب روبل روسی و تنگه قزاقی خارج شود. مقامات قزاقستان گفتند این سازشنامه مؤثر بودن خود را از دست داده است و قانون‌های نو قبول شدند که مسئله‌های این سازشنامه را تنظیم می‌کنند. سازشنامه مذکور که در ابتدای استقلال قزاقستان امضا شده بود، تامین استواری تبادل اسعار دو کشور از جمله تبادل آنها را با اسعار کشورهای دیگر در نظر داشت. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 11 ینور اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 14 سومانی و 60 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1023 سومانی و 2 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1096 سومانی و 68 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک های لندن 1879 دلار و 17 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برجه های لندن 80 دلار و 16 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برجه های نیویورک 75 دلار و 20 سنت معامله شد.